زیر رادیو آزادی از شهر پراگ معرفی میکنم. سرخط بعضی از مطالب روز. пайвандони Фирӯз Холмуродзода афсари боздоштшудаи агентии мубориза бо фасод бовар надоранд ки ӯ ба ришваситониву дигар ҷиноятҳо даст задааст. дар интихоботи президентии Эрон райдиҳандагон имкон доранд идомаи муколамаи созанда бо ғарб ва ё мухолифат ба ин сиёсатро дастгирӣ кунанд. مسلم هر دولتی یه ضعفایی داره، کمبودایی بوده که به تجربه و کم کم ان شاءالله رفع میشه. این مشکل نیست، انجام میشه. ва мақомоти тоҷикистон ба сокинони кишвар ва ба вижа мардуми рӯзагир ҳушдор доданд ки дар гармои тоқатфарсо аз эҳтиёт кор гиранд. эмомалии раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамоиши раҳбарони кишварҳои мусулмонӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ширкат хоҳад кард. ин нишаст рӯзи 21 май дар шаҳри Риёзи Арабистони Саудӣ сурат мегирад. эҳтимол меравад ки эмомалии раҳмон дар он ҷо суханронӣ кунад. Дональд Трамп раиси ҷумҳурии Амрико аз мубтакирони нишасти мазкур буда дар назар аст ки намояндагони беш аз 50 кишвар дар ҳошияи ин ҳамоиш дар зиёфате ба ӯ ҳузур пайдо намоянд. зимнан эмомалии раҳмон бори ахир дар моҳи январи соли 2016 ба Арабистони Саудӣ сафар карда буд. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. پیوندان فیروز خولمرودزاده مفتش سابق آژانسی ضد فساد که در بازداشت قرار دارد در صاحب دارایی هنگفت بودن او را رد می‌کنند. فیروز خولمرودزاده یک ماه پیش برای قلابی و سوءاستفاده از مقام دستگیر شده بود. نزدیکانش در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که فیروز صاحب 6 فرزند بوده، تنها سال پیش صاحب خانه شخصی شده است. تو این زمان به قول نزدیکانش او در منزل اجاره زندگی می‌کرده است. میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه با نزدیکان او واخورد. ما همین حالا در کوچه هلالی در محله یکچنار شهر دوشنبه در نزدیکی خانه پدر و مادر فیروز خولمرودوف سردار ریاست تفتیشات آژانس ضد کروپسیون تاجیکستان که اخیراً بازداشت شده بود قرار داریم. نزدیکان فیروز خولمرودوف میگویند که اون رقم ها و اون خبرهایی که در رسانه ها به گونه های مختلف چاپ و نشر میشن هیچ اساسی ندارند. آنها میگویند که این خبرها مثل اینکه مخصوص در نسبت فرزند آنها به نشر رسیده است تا اینکه اون مجازات شود. آنها به این باور هستند که فرزند آنها یکی از متخصص بهترین در آژانسی بود و به کارهای غیر کسبی دست نمیزد. آنها میگویند که پس از بازداشت فیروز خولمرودوف تا هنوز بیشتر از یک ماه می شود او را ندیدند و او را به آنها نشان نمیدهند. از این رو آنها نمیدونند که فیروز خولمرودوف فعلا در چی وضع قرار دارد و تفتیشات او چگونه ادامه دارد. اما آنها تصدیق کردند که فیروز خولمرودوف با وکیل مدافع تأمین است. در مورد چند عیبنامه‌ای که در نسبت فیروز خولمرودوف است، نزدیکان فیروز میگویند که اخیراً مقامات تفتیشاتی در نسبت او با ماده ساختکاری حجت‌ها یک جرم دیگر اعلان کردند و گویا که فیروز خولمرودوف هنگام تشخیص پرونده زید سعیدوف صاحبکار شناخته در زندان تاجیکستان گویا به تقلب راه داده است. از این رو این هم یک پرونده گویا اضافه به پرونده‌های دیگری زید سعیدوف شده است. در مورد پرونده قلابی میگویند که گویا یک زن در نسبت او ادعا یعنی که گویا که 6 کیلو طلا را گویا که فیروز خولمرودوف به او وعده داده است که اگر این 6 کیلو طلا را به اختیار او گذارند و او را از این عیبنامه رها خواهد کرد. همین طور فعلا نزدیکان فیروز خولمرودوف میگویند که آنها هیچ باور ندارند که فرزند او تا این حد و تا به این اندازه به تقلبی و به قلابی دست زده باشد. گزارش مفصل درباره ملاقات با پیوندان فیروز خولمرودزاده را در سایت رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید. روز جمعه رایدهندگان ایرانی در انتخابات پرزیدنتی آواز داده از میان 4 نامزد یکی را انتخاب خواهند کرد. در اصل انتخاب میان 2 نیرو است، یکی طرفدار بهبود روابط با کشورهای غربی و دیگری بازگشت به وضع 4 سال پیش وقتی که محافظه‌کاران در تمام نهادهای حکومتی سر قدرت بودند. حالا الان آغاز روز هست و تازه داره رای گیری شروع میشه در اینجا. حتما همه جا همینطور هست و تا پایان شب انشاءالله پرحجم و پرحضور ملت خواهند حضور پیدا کرد. هم مسلم هر دولتی یه ضعفایی داره، کمبودایی بوده که به تجربه و کم کم ان شاءالله رفع میشه. این مشکل نیست، انجام میشه.
президенти ҳозираи эрон сиёсатмадори мӯътадил ҳасан рӯҳонӣ 68 сола ва додистони собиқ сиёсатмадори муҳофизакор иброҳим раисӣ 56 сола номзадҳои пешдасти ин сабқат ба шумор мераванд. дар давоми 4 соли гузашта рӯҳонӣ муваффақ шуд ки бо кишварҳои ғарбӣ созиши ҳастаӣ ба имзо расонида таҳримҳои байналмилалии ҷумҳурии исломиро коҳиш диҳад. ӯ ба эрониҳо озодии бештар ваъда додааст. рақиби ӯ раисӣ ҳамчун номзади пешвои рӯҳонии эрон оятулло алии хоманаӣ шинохта мешавад. барномаро идома медиҳем. департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико мақомоти сурияро дар қатли оммавии маҳбусони зиндони Саид Ноё айбдор кард. ҳукумати амрико гуфт ки маълумотро дар бораи вуҷуди қатли ом дар зиндони низомии Саид Ноёи Сурия дар ихтиёр дорад. мақомоти ин кишвар аз Русия даъват карданд то барои поён додан ба чунин ҷинояти ваҳшиёна ба Башор Асад таъсир расонад. департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико рӯзи душанбе мақомоти сурияро дар қатли дастаҷамъии маҳбусони ин зиндон дар 30 километри Димишқ муттаҳам кард. бино ба иттилои хадамоти истихборотии амрико, маъмурияти зиндон барои пинҳон намудани ин ҷиноят дар назди маҳбас кураи ҷасадсӯзониро бунёд кардааст. طبق اطلاع سازمان‌های زیاد اجتماعی از سال 2011 تا 2015 مقامات از 65 تا 117 هزار نفر را بوده پشت پنجره زندان جای کردند. آنها بدون حکم دادگاه هزاران محبوس را به طور عمومی به دار آویختند. مسافه سید نیا از دمشق همگی 45 دقیقه است و این تنها یکی از چند محبس‌های مخفی است که در آن آدمان نگهداری و شکنجه می‌شوند. ماه فوریه سازمان حقوقی امنستی اینترنشنال گزارش در رابطه با شکنجه و قتل عام در زندان سید نویا را نشر کرد. این گزارش در اساس پرسش حدود 100 شاهد از جمله سابق نگهبانان این زندان انجام شده است که توانستند از آنجا جان به سلامت برند. در آن گفته می شود که در مدت 4 سال از سال 2011 تا 2015 بدون تحقیق و حکم دادگاه از 5 تا 13 هزار نفر کشته شدند که اکثریتشان افراد ملکی بودند. اطلاعاتی که استخبارات آمریکایی در دست دارد پژوهش مدافعان حقوق بشر را ثابت می‌کند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا میگوید در سید نویا همه روزه تا 50 نفر قتل می‌شود. منبع‌های استخباراتی آمریکا درباره موجودیت گروه‌های دسته‌جمعی در اطراف زندان نقل کردند. من چندین بار گفتم که ما از بیرحمی رژیم سوریه به وحشت آمدیم. این دهشت با دستگیری به چونوچرای روسیه و ایران صورت می‌گیرد. جونز از روسیه دعوت کرد که به بشار اسد تأثیر رساند. هفته گذشته وقتی وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در اینجا بود، با راه نظامی حل نمودن نزاع در سوریه را غیر امکان خواند. روسیه باید فوراً تأثیر خود را نسبت به رژیم سوریه برای کفالت پایان دادن چنین جنایت‌های وحشت‌انگیز استفاده کند. مقامات سوریه بارها اتهامات در مورد قتل عام و استفاده شکنجه در محبس‌ها را رد کردند. бармегардем ба тоҷикистон. мақомоти тоҷикистон сокинонро аз ҳуҷуми мавҷи гармо ба кишвар ҳушдор медиҳанд. ҳарчанд дирӯз дар шаҳри душанбе ва дигар манотиқи кишвар борони шадид ва жола борид, аммо имрӯз ҳарорати ҳаво дигар бора баланд шуд. тибқи пешгӯии ҳавосанҷҳо дар рӯзҳои баъдӣ дамои ҳаво зери 40 дараҷа мешавад ва барои онҳое ки рӯза медоранд имтиҳони сахте хоҳад буд. имсол моҳи шарифи рамазон дар охири моҳи май фаро мерасад. بهار امسال در تاجیکستان طولانی و سردتر آمد، اما روزهای اخیر گرمای هوا به شدت بالا رفت و حرارت سنج مرز 35 را عبور کرد. ساکنان تاجیکستان یک باره بلند شدن حرارت هوا را به سختی پشت سر می کنند. در جمهوری شهر دوشنبه خیلی بود، هوا گرم، از حساب گرمی بود، موی سرم رو کم کرده. اینم موی سرم رو کم کرده. تمام سند سال برای البته وازبینی میکنه هوا. گشتن وازبینی میکنه، شیشتن خیستن وازبینی با سند سال البته وازبین است. گرمی دو ما طاقت نداریم. متخصصان کمیته حالتهای اضطراری مشورت میدهند که ساکنان گشت و گذار را در هوای گرم کمتر کنند، لباسهای سبک و کلاه بپوشند. با آنها همچنین مشورت شده است که از کار سخت جسمانی خودداری کنند و بیشتر آب بنوشند. متخصصان استعمال نوشاکی‌های اسپریتی را در طول روز توصیه نمی‌دهند و می‌گویند که غذاها نیز باید بازنگری شوند. در این روزها با گفته آنها استعمال شوربا، ماهی و مرغ تأثیر گرما را کمتر می‌کند. استعمال هرچه بیشتری میوه و سبزیجات با منفعت خواهد بود.
آنهایی که می‌خواهند در این روزها از شهر بیرون روند باید احتیاطکار باشند، به ویژه هنگام آببازی و سیاحت در کوه‌ها. ضمناً راه‌های کوهی نیز از خطر امین نیستند. در نتیجه آبشوی برف و پریخ‌ها سطح آب در دریاها بلند می شود و خطر ریزش سیل و سنگ و فرآمدن یخ را زیاد می کند. از این خاطر کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان به ساکنان و مهمانان کشور توصیه می دهد که در این روزها خیلی احتیاطکار باشند. طبق پیشگویی هواشناسان حرارت هوا در تاجیکستان چند روز دیگر بلند باقی می ماند و بعداً تدریجاً پایان می رود، اما تنها برای یک مدت، زیرا تابستان در این کشور آفتابی فرا می رسد و حرارت بلند هوا در این فصل معمولی است. امسال برای ساکنان تاجیکستان به مراتب مشکل تر خواهد بود، زیرا آغاز ماه شریف رمضان بر روزهای گرم آخری می راست می آید. برنامه تلویزیونی رادیو آزادی را میشنوید. در شهر کلوب ولایت ختلان نمایش فروش قالین‌های قیراقم به کار آغاز کرد. مسئولین شرکت قالین بافی قیراقم میگویند با این وسیله میخواهند بازار داخلی را به قالین‌های باصفت تامین نموده بعداً به بازار جهانی بروند. هر سال در تاجیکستان برای دستگیری تولید کنندگان قالین‌های وطنی نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود، اما اکثر مردم باز هم به قالین‌های وارداتی از ایران و ترکیه برتری می‌دهند. تفصیلات بیشتر از امریدین علیموف. مردم شهر کلوب امکان پیدا کردند برای اولین بار قالین‌های قیراقم را از دست اول خریداری کنند. یارمارک فروش قالین‌های قیراقم در شهر کلوب برای بار اول است که برگزار می‌گردد و قرار است تا 3 روز ادامه کند. این هم روزهای 19، 20 و 21 می. طور مسئولین این کارخانه میگویند حدود 20,000 متر مربع قالین‌ها برای فروش به مردم کلوب پیشنهاد کرده شده است. نوعی که ما حاضر به بازار داخله و بازار بیرونه پیشکش کرده ایستادیم و به جوابگوی استانداردهای جهانی است. یعنی امروز ما از قالین‌های تفتینگی سر کرده تا قالین‌های زیچیش بلندی 1.5 میلیون گیره در متر مربع پیشنهاد کرده ایستادیم. ما اقدام کردیم که برای عوض محصولات وارد شونده هم صفتی خوب هم نرخ ارزان پیشنهاد نماییم. امروز در این یارمارک فروش ما تخفیفی 20% پیشکش نمودیم. طوری گفته می شود این اقدام در دایره رشد ساحه قالین بافی در کشور تا سال 2020 راه اندازی شده است و همزمان در شهر قرغانتپه نیز حدود 20,000 متر مربع قالین‌های قیراقم برای مردم پیشنهاد کرده شدند و مردم امکان دارند که خریداری کنند. ساکنان کلوب میگویند که نرخ این قالین‌ها از بازار تفاوت دارد. یک ماه پیش من بزرگ رفتم نرخ نو کردم 900 سومون. امیر رزمیری که من حاضر خریداری کردم 780 سومون. خیلی در این کریزیس خیلی به ما یاردم میشه، 200 چند سومون به ما یاردم میشود. مسئولین این شرکت های قالین بافی میگویند تصمیم دارند چنین یارمارک فروش ها را در تمام شهر و ناحیه های کشور براه مانند، همچنین قالین های استحصال تاجیکستان را به کشورهای خارج صادرات کنند از قبیل افغانستان، روسیه و دیگر کشورها. امریدین علیموف، رادیو آزادی، کلوب. و خبر دیگر در یک نوار ویدیویی که به تازگی نشر شد نشان می‌دهد که در واشنگتن پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان زن و زنی محافظانش با اعتراضگران را تماشا دارد. چنین به نظر می‌رسد که رجب طیب اردوغان قبل از شروع حمله با ماموران امنیتی گفتگو می‌کند. اینجا برنامه امروز را انجام میدیم. اگر میل خواندن و دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامانه azadi.org، صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادنکلاسیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحتی با فراغت می‌خواهیم.